چقدر گشنم امروز. بریم یه چی بزنیم بر بدن. خب امروز چی باید بخورم؟ یه دونه هستین، این نونم کنارش، یه سیبم ورداریم. خب دیگه الان سیرم. بزنیم بریم سر کار. بالاخره رسیدم. چقدر راه طولانی بودش. همه رفتن، فقط من موندم. بهتره کارمو سریع انجام بدم وگرنه اخراج میشم. هوا چقدر امروز خوبه، اصلا آدم لذت میبره اینجا و باید زود برگردم. خب دیگه الان رسیدم خونه. یه چی بخوریم و بعدش بریم بخوابیم. اینم از این. چقدر هوا تاریک شده. بهتره سوی بخوابم، باید صبح زود بیدار شم. دوباره یه روز تکراری. بریم یه چی بخوریم و بعدش هم بریم سر کار. امروز چی بخوریم؟ یه دونه از این، یه دونه نون، یکی نون دیگه و دوباره یه سیب دیگه. خب دیگه الان سیرم. باید زود برم سر کار، داره دیرم میشه. خیلی طول کشید تا برسم ولی بالاخره رسیدم. بهتر برم. دوباره از کارم جا موندم، باید سعی کارمو تموم کنم خیلی زود. هوای امروز دوباره خیلی به دلم میشینه. واقعا هوای خوبیه. بالاخره رسیدم خونه. خیلی خستم. امروز کارم واقعا سنگین بودش. بهتره یه چی بخورم و بعدش هم خیلی زود بگیرم بخوابم. اینم از این. خیلی خستم. هوا چقدر تاریکه. زود بگیرم بخوابم. دوباره خیلی گشنمه. بریم یه چی بخوریم. امروز دیگه چی داریم؟ آی سرم وای نه. امروز خواهم غذا درست میکنم. چرا این شکلی شدم من؟ چه اتفاقی برام افتاد؟ بیاین دربارش صحبت نکنیم دیگه. خب دیگه اینو از قسم. بهتر زود بگیرم بخورمش تا سرد نشده. واقعا خوشمزه است. خب دیگه برم سر کار. سرم دوباره اینجوری شده. امروز رو بیاین نریم سر کار. بریم بیرون یکم گشت بزنم. شاید حالم بهتر شد. اینجا رو چقدر نورانی و قشنگه. اولین بارم همچین جایی میبینم. واقعا زیباست. هوا امروز دوباره واقعا خوبه و زیباست. هواپیما اونجا رو نگاه کن، چقدر بزرگن.
خب دیگه برم سمت خونه. دیگه خیلی دیر وقته. برای امروز دیگه کافیه. دوباره نه. چه اینجورم میشم امروز؟ وای سرم داره گیش میره. وای نه. دکتر اون تونست به حقیقت این دنیا پی ببره و اینکه صدا از کجا داره میاد؟ هستش که اونو سریع بیاریمش اینجا تا دیگه نشده. شما کی هستین؟ درسته اون تونست به از من چی میخوای؟ و بهترین کار اینه که خیلی زود اون رو بیاریم اینجا. زود کارای داری انجام بده تا دیر نشده. اون صدا دیگه از کجا اومد؟ اصلا کجا بودم؟ چه اتفاقی داره امروز برام میفته؟ بیاین فراموشش کنیم. خیلی خستم. اینجا چیه؟ من کجام؟ اینجا کجاست دیگه؟ تبریک میگم، تو تونستی راز این دنیا رو بفهمی. چه رازی؟ از اولش من اصلا هیچ رازی از این دنیا نمیدونم. تا بتونه به راز این دنیا پی ببره. ازت درخواست این رو داریم که خیلی زود بیای پیش ما. داری راجبه چی صحبت میکنی؟ اصلا تو کی هستی؟ از من چی میخوای؟ اصلا درباره چی داری صحبت میکنی؟ دنیا اینا همش چرت و پرته. من اصلا هیچ از حرفات رو نمیفهمم. بیا قدم به قدم پیش بریم. تو در این دنیایی که زندگی میکنی دنیایی به نام دنیای فرعی هستش. ما این دنیا رو ساختیم تا افرادی مانند شما رو در این دنیا قرار دهیم، تا بتونیم شخصی مانند تو رو پیدا کنیم که بتونه به راز این دنیا پی ببره و همچنین از باگ‌های این دنیا استفاده کنه. باگ؟ منظور چیه؟ ما برای اینکه شما اشخاص را کمی یاری دهیم و کار شما رو ساده کنیم، باگ‌هایی در این دنیا قرار دادیم تا بتونه شما رو به این حقیقت نزدیکتر کنه. فکر کنم حالا بتونم حرفات رو بفهمم، ولی الان من باید چیکار کنم؟ قبل از اینکه بهت بگم که باید چیکار کنی، باید بدونی که بعد از اینکه تو بیای پیش ما تمامی این دنیا از بین میره. تمامی دنیا از بین میره؟ هیچ دنیای اینجا وجود نداشته. ولی خب خیلی هم چیز خاصی نیستش. از اولش نه دوستی داشتم تا بخوایم با هم بریم خوشگذرونی، نه خانواده ای داشتم تا حتی بخوام به من عشق ورزن، و حتی شخصی هم نداشتم که ازش خوشم بیاد و با هم سر قرار بریم و خوش بگذرونیم. بعضی وقتا به این فکر میکنم که اصلا برای چی متولد شدم، اصلا این دنیا برای چی وجود اومده و چرا انقدر اینجا بزرگه و من همیشه تنها. زمان بسیار سختی پشت سر گذاشتی، ولی از الان قراره زندگی کاملا هیجان انگیز و دلهرآوری داشته باشی. درسته، ولی من الان باید چیکار کنم؟ تنها کاری که نیاز داری بکنی اینه که به پشتت نگاه کنی. خیلی وقتی برات نمونده، پس زودتر این کار رو انجام بده. گرفتم. پس اونجا یه صندوقه. درسته، و حالا برو سمت اون صندوق و چیزی که درونش هست رو بنوش. درسته، همین الان اون رو بگیر و بنوشش. حالم خیلی خوب نیست. خوش اومدی به دنیای واقعی.